سلام رفقا، من نوید یحیی‌پور من احسان عماد. من امیر مشیری و اینجا ورکشاپ تکلانژه. تو سه قسمت پادکستی که ضبط کردیم راجع به دیداس کلی هول و هوش بی جی پی فلو اسپک و تکنولوژیایی که کمک میکنه بتونیم تا یه حدی میتیگیت کنیم در واقع دیداس رو صحبت کردیم. تو این ورکشاپ نوید برامون فلو اسپک رو در واقع نشون میده، RTBH رو نشون میده و یه تصویر کوچیکی هم سعی میکنیم از اج پروتکشن نشون بدیم، چون می‌بینی که اج پروتکشن نیاز به هاردور XR میخواست که متاسفانه نداشتیم توی لابراتوار، بنابراین فقط خود اپلیکیشن آوردیم بالا و شما میتونید حداقل فیلزش رو بگیرید که چه شکلی هست و چیکار میکنه و اینا. من یه خیلی سریع اگه بخوام راجع به فلو اسپک براتون صحبت کنم، برای اینکه فقط یه مثلا یه ریکپ بشه و یادآوری بشه، به فرض کن ما توی شبکه هستیم که کلی دیداس داریم و اینا دارن به یه آی پی خیلی مشخصی حمله میکنن. خب عملا ما به جای اینکه بیایم مثلا ادمین بره دونه دونه روی این دستگاه اکسس لیست بزنه و مثلا رول بنویسه، ترافیک رو فیلتر کنه، عملا ما از یه ادرس فامیلی استفاده میکنیم که بی جی پی میاد چیکار میکنه برای اینکه بتونه اون رول های مربوط به فیلترینگ رو دیستریبیوت کنه و توزیع کنه روی در واقع اون اندپوینت های مد نظر، از روش بی جی پی فلو اسپک استفاده میکنه. بنابراین میتونیم اینجوری بگیم که مثلا اینجوری بگیم اگر ترافیکی به مقصد مثلا آی پی مثلا 10 بود و پورتش یو دی پی بود و ببخشید پروتکلش یو دی پی بود و پورتش 53 بود، مثلا دراپ بشه یا ریت لیمیت بشه مثلا به انقدر مثلا مگابیت پر سکند. خلاصش اینه که بی جی پی فلو اسپک مکانیزمیه که کاملا مبتنی بر بی جی پیه، ولی کار اصلیش دیستریبیوت کردن و توزیع کردن پالیسیا برای اینکه بتونه ترافیک فیلتر کنه و یه اکشنی انجام بده روی اون اجروترایی که معمولا ما توی سرویس پرووایدرمون داریم و میخوایم ازشون کمک بگیریم که حملات دیداس رو میتیگیت کنن. فکر کنم الان باید تصویر رو داشته باشیم. بله برو. خب این لابراتوار رو توی ایونجی ساختیم. هر سیمولیتوری شما داشته باشید، GNS3، ایونجی، پینت لب، هر چی باشه میتونید همین رو شما هم بسازید. CML رو به رسمیت نمیشناسی؟ DML رو بله. یعنی منتظر بودم بگه، دیدم آره نگاه گفتم حالا انسان منتظرش بودم میگه. گرفتمش. داداش ما CML کار میکنیم. میتونید توی CML اینو بهترم بسازید. گفت بهتر. برو اوکی. توی این لابراتوار ما سعی کردیم یکم جذابش کنیم، چون که فلو اسپک رو ما میتونستیم که به صورت حالا با کامندهای CLI روی رود رفلکتور دیوایس رود رفلکتورمون هم بزنیم یا هر دیوایسی اینو پخش کنه توی بی جی پی، ولی اینجوری ملموس‌تر نبود دیگه، چون تو دنیای واقعی ما اینا رو دستی نمیدیم. تا بیایم ما دستی رول بنویسیم پخش بشه توی بی جی پی، اتک رو زدن و رفتن. ما دوتا پی روتر داریم، روتر کور، که اینا اصلا بی جی پی ندارن، بی جی پی فری کوره اینجا، مثل سرویس پرووایدر. عوضش سگمنت روتینگ و MPLS رو داریم. سگمنت روتینگ به عنوان کنترل پلین و MPLS هم دیتا پلینش. روتینگ پروتکل آی جی پی داخل خود سرویس پرووایدر یا به عبارتی کور روتینگمون ISIS میتونست OSPF هم باشه، ما ISIS رو انتخاب کردیم. و حتی میتونستید شما سگمنت روتینگ ورژن 6 یا SRv6 هم داشته باشید که کنترل پلین دیتا پلین کلا IP ورژن 6 باشه دیگه، MPLS همون هست بشه. ما دو تا اینترنت گیتوی داریم که به تیر وان سرویس. موافقی من قبل از اینکه تو بری تو دیپش من یه چند تا سوال ازت بپرسم؟ بله حتما. ببین ما الان صحبت کردیم که گفتیم آقا یکی از کارهای فلو اسپک این است که دیستریبیوت میکنه پالیسی ها رو روی روترها. خب و تو داشتی توضیح میدادی، گفتی که اینجا مثلا نمیریم توی، یعنی از روت رفلکتور استفاده کردی برای کسی که کمتر، بیشتر شاید کانسرن امنیتی داره، کمتر کانسرن روتینگ سویچینگی ببخشید داره، بگیم چرا
روز رفلکتور اینجا یه نقشی میتونست بازی کنه، چرا اینو استفاده کردی؟ چرا ما روز رفلکتور میخوایم توی همچین تیپ استایلایی؟ رود رفلکتور به خاطر اسکیلبیلیتیه، چون که ما اگر فرضاً توی سرویس پرووایدر 100 تا روتر داشتیم، پی ای روتر یا پرووایدر اج روتر که بی جی پی صحبت میکنن، ما به خاطر لوپ پریونشن آی بی جی پی مون مجبور بودیم که فول مش کنیم بین اینا، یعنی 100 تا روتر با هم آی بی جی پی فول مش داشته باشن. این اسکیلبل نیست، تو اسکیل های بالا به مشکل میخوریم. میان چیکار میکنن؟ از روت رفلکتور استفاده میکنن. روت رفلکتورها میتونن معمولا ریداندنتن، حداقل 2 تا باید داشته باشید و به ازای ادرس فامیلی هم میشه روت رفلکتور گذاشت. توی سرویس پرووایدر بزرگ یه سری روت رفلکتورها میشن مثلا برای فلو اسپک، یه سریاش آی پی وی 4، یه سریاش وی پی ام وی 4، وی پی ام وی 6 و SLAs. پس به خاطر اسکیلبیلیتی مونه که این رو استفاده کرد. تو این اسکیل نیازی نبوده، ولی بخوایم به واقعیت نزدیکش کنیم، حس سرویس پرووایدری بهمون توی مرسی. لابراتوار بده، این کار رو دقیقاً. پس این فقط برای کسایی بود که کمتر با بک‌گراند بی جی پی آشنایی دارن. راجع به پروتکلی هم که نوید صحبت کرد، مثل SR و سگمنت روتینگ و اینا، الان اصلا موضوع بحث ما نیست، نگرانش نباشین، هیچ ربطی به این قصه پیدا نمیکنه و ما قطعا راجع به سگمنت روتینگ پلن داریم که راجبش صحبت کنیم و حرف خواهیم زد راجبش. بنابراین میخواستم فقط بهتون یه به اصطلاح حساب بدم که این چیزها تأثیری تو این لبه نداره، بنابراین نگرانش نباشید که من اینو نمیدونم اونو نمیدونم. همین. نوید مرسی، ببخشید. خواهش میکنم. ما برای روت رفلکتور میتونستیم حالا iOS XE هم استفاده کنیم. من از iOS XR استفاده کردم. شما دو تا انتخاب دارین، یا میتونین XRV9K استفاده کنین که مصرف منابعش خیلی بالاست، یا میتونین از XRD داکر بیس نودش استفاده کنین که واقعا خیلی سبکه، روشنش میکنیم میاد بالا. اینا XRD هن این نوتا. 2 تا اینترنت گیتوی ما اینا iOS XE هن. دلیلش اینه که ما روتر مجازی نداریم که XR بیس باشه و تو دیتا پلینش فلو اسپک رو ساپورت کنه، یعنی نمیتونه اون رول هاش رو اینستال کنه تو دیتا پلینش. واسه همینه که اینا رو استفاده کرد. خب 2 تا هم پرووایدر اج روتر داریم، پی ای روتر، که اینا مثلا به یه سازمانی وصلن. 2 تا سمت راست ما سازمان داریم، بی جی پی ای اس 65004 و 3، که اینا پشتشون 2 تا سرور گذاشتیم که تستامون رو باش انجام بدیم، به سمتشون اتک بزنیم. سمت چپ هم اتکر رو داریم. همونطور که میبینید اینترنت گیتوی های ما لینک های ترانزیت دارن و به تیر 1 سرویس پرووایدر فرزن بس شدن. یه اتکری رو اینجا کانکت کردیم، میخواد اتک بزنه به نوت هامون و اما بله بریم. بی‌نظم میشه. خب یه نودی اینجا هست، فست نتمان. اگه دنبال یه سولوشن خیلی جذاب میگردید واسه دیداس میتیگیشن که به سمتش نت فلو، اس فلو اینا رو بفرستید، آنالیز کنه بسته ها رو، اون فلو هاتون رو، و نسبت به اون اتک رو تشخیص بده، خیلی جذابتر میکنه یعنی کار رو. الان توی لابراتوار هم میبینیم. این 2 تا ورژن داره، یکیش ورژن کامیونیتیه، یکیش هم ادوانسده. پیشنهاد میکنم که از کامیونیتیش استفاده نکنیم، فری هست مونتا فلو اسپک رو فرزن نداره. از ادوانسدش میتونید استفاده کنید، 1 ماه بهتون ترایال میده، میتونید ایمیل سازمانیتون رو توی ریکوست خود سایتش بزنید، واسهتون یه توکنی، یه کوپونی میده بهتون، میتونید توسط اون راحت نصبش کنید و همه کامپوننت‌هاش یه جا نصب میشن. کامیونیتی یکم داستان داره. خب اینم فستنت لینکشو ما میذاریم برای بچه‌ها که برن اگه خواستن همینو دانلود کنن، میذاریم توی چیز که این اپلیکیشن رو برای تست و لب خودشون اینو بگیرن و چکش کنن. دقیقا. خب روت رفلکتور ما با اینترنت گیتوی ها و پرووایدر اج روتر ها IPv4 یونیکست داره که روت ها رو تبلیغ کنن دیگه، اون نتورک لیر ریچابیلیتی اینفورمیشن ها رو، اینا رو پریفیکس همون رو به هم تبلیغ کنه.
ولی روت رفلکتورمون علاوه بر IPv4 یونیکست با اینترنت گیتوی هامون فلو اسپک داره. IPv4 فلو اسپک داره. ما میتونستیم روی پی روترها هم این کار رو بکنیم. اولا باید IO6 میکردیم، دوما اینجا اتکمون از بیرونه، یعنی از لینک های ترانزیتمون میاد. به خاطر همین فقط دو تا روتر IGW ها اومدیم فلو اسپک رو فعال کردیم. برای اینکه بتونیم نت فلو رو بفرستیم سمت این فست نتمان یا همون دیداس دیتکتورمون و چی بگم اوریجینیتور رول هامون، یه شبکه ای رو اختصاصا اینجا گذاشتیم به خاطر راحتی کار. تو دنیای واقعی این شکلی نیست. به خاطر اینکه راحت بتونیم ماشین رو کانکت کنیم به شبکمون، بتونه با روت ریفلکتور ارتباط بگیره که توضیحشو میدم، و اینکه نت فلو رو بفرستیم، این کارو کردیم. شما به هر طریقی میتونی این کارو بکنی و بفرستی فلوهاتو سمت فست نت ما. بسیار. بعد یه توضیح کوچولو بدم بچه‌ها. اون تیکه‌ای که اون روترایی که ما وصلشون کردیم به مثلا سازمان‌ها، اونا عملاً بهشون میگن PE، و اون روترایی که اینترنت خود این ISP داره ازش تامین میشه، اونا میشه IGW، یعنی اینترنت بله. گیتوی مونه. خب اون نرم افزاری هم که انتخاب شده، اون نتمانه، این در واقع مثل یه مغز متفکر میمونه و کارش اینه که تشخیص بده که داره اتک اتفاق میفته و بعد همونجور که توضیح دادم فلو اسپک به صورت یه ادرس فامیلیه، به صورت یه ادرس فامیلی، انگاری که شما داری میری روی این روترها دستور میزنی، مثلا اکسس لیست میزنی، این اکسس لیست رو پوش میکنه رو بقیه روترها. اوکی. ببخشید من یک کم سعی میکنم. عالیه. اتفاقا اینجوری توضیحات بهترم میشه. بیشتر من فقط کانسرنم کسی هست که کمتر با مفاهیم سرویس پرووایدر و حالا راتینگ سویچینگ و اینا آشنان و کانسرنشون بیشتر امنیته، اونا خیلی از بحث اون عقب نیفتن. دقیق. خب اگه موافق باشین کانفیگ روت رفلکتور رو یه نگاه بندازیم. من تیکه بی جی پی شو فقط میارم، روتر بی جی پی و فلو اسپکشو. کانفیگی که روی این روتر داریم خیلی ساده است. از بالا بخوام شروع کنم، یه بی جی پی پروسسی تعریف کردیم، 65000 AS نامبرمونه. دو تا ادرس فامیلی رو اینیبل کردیم که یکیش IPv4 ادرس فامیلی، ساب ادرس فامیلیش یونیک است. دومیش IPv4 باز ادرس فامیلی، ساب ادرس فامیلیش فلو اسپک. ما این فلو اسپک رو واسه IPv6 هم فرضاً داریم که نیاز بود میتونستیم مثلا فعالش کنیم. نیبر هامون تعریف شدن. این نیبر بعداً بهش میرسیم، همون مغز متفکر است که احسان گفت، فست نتمانه. باشه یه نیبرشیپی باید برقرار کنیم که بتونه فلو اسپک رول هامونو یا IPv4 یونیکست روتمون رو برای RTBH اینزرت کنه. آخر سر در مورد RTBH هم صحبت خواهیم کرد. این یکی روترا، این دوتا اینترنت گیتوی هم 255 آدرس اینترنت گیتوی یکه که دو تا آدرس فامیلی واسش فعال شده طبق توضیح که دادیم، و 5 هم اینترنت گیتوی دوممونه. کانفیگا شبیه همه. 6 و 7 میشن پرووایدر اج روتر 1 و 2 که فقط IPv4 یونیکست داره. یه شوران دیگه میگیرم برای فلو اسپک. خب فلو اسپک کامند خاصی نداره روی روت رفلکتور. شما با همین فعال کردن خود فلو اسپک، یعنی برید توی کانفتی و فلو اسپک رو بزنید، کامیتش کنید، فعال میشه. برای دریافت روت ها کافیه. ولی اینستال نمیکنه تو دیتا پلینش، چون روت رفلکتور اصلا یک دیوایس آف پسیه، خارج از مسیر ترافیکی هست. مهمون اینترنت گیتوی ها این که سمت چپن. یه دونه نگاه هم بندازیم به اینترنت گیتوی هامون، ببینیم چه کانفیگی روش دارن. این هم روتر بی جی پی. خب زیر بی جی بیش کانفیگ زدیم که با روت رفلکتورمون همسایه بشه که قاعدتا دو تا آدرس فامیلی واسهش فعال شد. فلو اسپک هم فعاله. کامند دیگه مربوط میشه به خود فلو اسپک. خب که بریم یکم پایین تر،
بله اینجا میبینید کامندو فلو اسپک لوکال اینستال اینترفیس آل. با وارد کردن این دوتا کامند شما فلو اسپک رو فعالش میکنی و همچنین باعث میشی که این روت هایی که از فلو اسپک دریافت میشه پالیسی ها اونا اینستال بشن که روی این روتر ما اینترفیس آل رو فقط داریم. شما واسه شامل همه اینترفیس ها میشه، یعنی ترافیک چه از بیرون بیاد، از گیگ 1 بیاد، چه از مثلا گیگ 4 بیاد، شامل همشون میشه. این باعث میشه اینستال بشه. نکته بعدی که داریم فرستادن فلوها به سمت اون سولوشن مغز متفکرمون هست. اون فلوها رو باید دریافت کنه، ببینتشون و پردازش کنه، در آخر به ما اتک رو تشخیص بده و فلو اسپک رول مربوطه رو اینجکت کنه داخل بی جی پی مون. یو آی که ما بعد نصب فستنت مان داریم اینه، یه رندوم پسوردی هم جنریت میکنه، آخر اینستالیشن اسکریپتش به ما میده، توسط اون لاگین میکنیم. این صفحه‌ای که داره شما میتونید کانفیگ ها رو مستقیم توی ورژن ادوانس از اینجا هم بزنید. تو ورژن کامیونیتیش متاسفانه نمیتونید کانفیگ رو از یو آیش بزنید، باید سی ال آی پیش برید. این کارو خیلی راحت تر میکنه نسخه ادوانس. و حتما مطمئن باشید که این ماژولاش اپریشنالن، چون یه سری حالا دیتابیس داره، اون پی جی پی ماژول داره، بعد اینا باید حتما اپریشنال باشن. نکته کلیدیش اینه که ببخشید، نکته کلیدیش اینه که ما باید اینو اینجوری ببینیم این خودش بخشی از اون بازی بی جی پیه. یعنی این سافر بخشی از بی جی پی، یعنی عضو بی جی پی میشه، یعنی خودش میشه یه کلاینتی از روت رفلکتور. چون باید دیدین که نیبرشیپ درست میکرد، یعنی اینو شما یه روتری ببینید که انگار روش بی جی پی نصب شده و داره مثلا نیبر میزنه با بقیه. این نکته ای است که باید روی یعنی شما نرم افزار رو استندالون نبینید مثلا مثل سولار وینز مثلا یه گوشه برای خودش وایساده داریم به سمتش نت فلو این پارتیسیپیت میکنه تو بازی بی جی پی. دقیقاً. اگه روی بی جی پی پیرز کلیک کنیم، همون روت رفلکتورمون رو اینجا از قبل من تعریف کردم که به راحتی میتونید حالا اد بی جی پی پیر رو بزنید و نیبرشیپ مورد نظرتون رو باش برقرار کنید. خیلی هم ساده است، قابل فهمه. مثلا میخواین IPv4 فلو اسپک رو فعال کنید، این رو فعالش تو گفتی میکنید. تو نسخه نوید کامیونیتیش مثلا این فلو اسپک رو نداره دیگه؟ نداره متاسفانه، آره. در حد RTBH فقط. بعد اینکه اون نیبرشیپه تعریف شد، اینجا باید اکتیو باشه. اکتیو یعنی اینا آپن، الان با هم دیگه نیبره. یه سری ستینگی هست باید اینا تیون بشن. اولا شما باید اون شبکه‌ای که قراره ازش پروتکت بشه رو اینجا وارد کنید. Networks for Monitoring. نتورک هایی که من وارد کردم 165 100 و 200 که میشه این سازمان های ما، سرورهایی که بهش کانکت هست 165 100 و 165 200. این دوتا رو وارد میکنیم. یه سری حالا کانفیگ هایی رو ما از قبل زدیم روش. مثلا تو قسمت جنرال اینجا توضیحاتش هست، چون نمیخوایم تایم پادکست طولانی بشه همش رو توضیح نمیدیم. فیچر مثلا بلاکینگ رو روشن میکنیم، اینو بعدا تو RTBH خواهیم دید. یه سری کانفیگ ها داره، چقدر بلک هول کنه و کی تایم آوت کنه وقتی اتک تموم شد. خود فلو اسپک یه سری ستینگ اینجا داره، مثلا میتیگیشن مود رو فعال میکنید. بعد میتونید گروه بندی کنید که تو این منو قابل مشاهده است. مثلا من میتونم اینجا سازمانم و پریفیکس هاشو به عنوان گروهی بدم، هر کدومش رولهای متفاوتی داشته باشه. از اون سازمان یه سری مثلا پول بگیریم، یه هزینه بکنن، نسبت به اون هزینه کردن ما بیایم این رولها رو هوشمندانه ترش بکنیم. اکشن های مختلفی میتونی توی فلو اسپک داشته باشی. میتونی مثلا دیسکاردش کنی، اکسپتش کنی، ریدایرکت کنی، ریت لیمیتش کنی. اینجا میشه اینو به صورت کلی وارد کرد. بعد پایین شما میتونید اون بیتس پر سکند رو هم وارد کنید. البته بایتس پر سکند میگیره، مثلا 10 مگابیت بر ثانیه، 100 مگابیت بر ثانیه. محدودیت که ایجاد میکنه موقع حمله. اتکر حمله میکنه، فرضاً 10 گیگ ترافیک میفرسته. شما میتونید اینو بیاری پایین‌تر اتوماتیک
و بکنیش مثلا 10 مگابیت. خودش یه دونه ستینگی داره اینجا، لابلای ستینگش هست. به صورت عمومی کسی که به یک سرور 1 گیگابیت ترافیک رو بیشتر بفرسته به عنوان اتک شناخته میشه. میتونی اینو عوضش کنی، 100 مگش کنی، بیشترش کنی. و یه سری الگوریتم هم داره که اینو رو نکردن، جزئیاتشو نگفتن که با چه الگوریتمی تشخیص میدن که اون اتک چه نوعی هست یا اتک نیست، لجیتیمت ترافیکه. این جزئیات رو من ندیدم توی داکیومنتاش بگن، ولی خوب تشخیص میده. الان تست بکنی میبینید. پس تشخیصش هم از روی الگوهاست. اون الگویی که الان میخوایم اتک بهش بزنیم این میفهمه که شما ترافیکتون لجیتیمت نیست، میخوای خرابکاری بکنی. از طریق اون الگوریتمایی که داره اینو تشخیص میده. یا اینکه ترافیک خیلی زیادی بیاد که دیفالتش 1 گیگه، اینو میشه عوض کرد. چون معمولا به سمت یه سرور 1 گیگ که ترافیک یه نفر نمیفرسته، مگر اینکه دیداس باشه. اونم که دیداس رو به راحتی تشخیص میده. نکته ای که وجود داشت این همون پر هست گروپشه. شما وقتی اینو تعریف میکنید باید کانفیگش رو درست بزنید. یه سری اینجا مثلا اینکامینگ ترشولد داره، پکت پر سکند، بندویچ، همون که میگفتم. اینجا پر هست گروپ هم میتونید کانفیگ کنید، علاوه بر اینکه کلی میتونید داشته باشید. تعداد فلوها رو میتونید مشخص کنید. از 3500 فلو پر سکند بیشتر شد این شک میکنه، میاد جلوشون میگیره. یا TCP پکت پر سکند از 100 تا بیشتر شد. همونطور که می‌بینید اینا هستن. و در قسمت BGP IPv4 میتونید کامیونیتی هم ست کنی واسش. این به چه کاری میاد؟ اینو توی RTBH بحث میکنیم. به نظرم فعلا در مورد صحبت نکنیم. آره. توی RTBH اینو بحث. خب توی جنرال هم که اینا هستن. enable ban action رو باید بزنیم. enable ban actions for incoming traffic هم حتما باید بزنیم و flow اسپک هم باید تیکش بخوره. اینا نباشن flow اسپک کار نمیکنه. اگه موافق باشیم اتک رو جنریت کنیم ببینیم چجوری جلو. خب ما اینجا از آلپاین لینوکس استفاده کردیم و برای اینکه اتک رو سیمیولیت کنیم از اچپینگ 3 اومدیم استفاده کردیم. شما توسط اچپینگ 3 میتونید بسته‌های اتکتور هم جنریت کنید. به سمت پورت 443 و سرور 165.101 میخوایم یه دونه داس اتک بزنیم، denial of service. از یه دونه هاست میادیم. اول اینو ببینیم بعد دیداسش بکنیم. برای اینکه ملموس‌تر بشه من یه حرکتی هم میخوام اینجا انجام بدم. فکر نکنم CML اینو داشته باشه. همه اینجا رو یه داره. گرافی داریم. این همین هم گرافی داره. روی اینترفیس هست. پس داره اینو. آره. خیلی هم خوشگل تر داره. خب فعلا 0 کیلوبیت بر ثانیه از ترافیک که به سمت این سروره میره. من اینو میزنم تریگر بشه. همونطور که میبینید داره میره بالاتر، 5 مگابیت و 2 خورده‌ای. اولش میبینین اتک تعداد بسته زیاد بود، چون اینجا لابراتواره ترافیک زیادی نمیتونیم جنریت کنیم. اینا محدودیت پرفورمنس داره. این کم کم کمتر میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که رول فلو اسپک اتوماتیک جنریت میشه و میره توی BGP. ببینید اینجا یه رولی رو جنریت کرد. رول رو یکم تفسیرش بکنیم. دستینیشنمون رو اینجا آورد به سمت 165.101. سورسمون گفتیم داس اتک هست از 171.1.1. پروتکلمون 6 که میشه TCP، پورت 443. و قسمت جالبیش اینه که TCP فلگ اون اتک رو هم در نظر میگیره و اینجا هم لینکس بسته رو میاره و فقط اون بسته هایی که ملیشس هستن، اتک هستند رو بلاک میکنه. شما الان 443 این سرور رو میتونی به راحتی باز کنی، یعنی ترافیک لجیتت بلاک نمیشه. ببینید یا ریت لیمیت نمیشه. من اینجا ریت لیمیتش میکنم. فایرفاکس رو زدم یکم طول میکشه.
و ریت رو آورد پایین، از چیزی که بود کمتر شد. یه اتک هم میتونیم از پایینیه بزنیم، از اتکر دوم بزنیم. فعلا اینو نشون بدم. همونطور که میبینی سرور رو من میتونم باز کنم و کمترم شد الان، یعنی تشخیصش دقیق تر شد، چون رفتار آیپرفسه هی تغییر میکرد، سعی میکنه که اون اتکر رو پیش ببره و اگر رول ها رو نگاه کنیم رول های اضافی تری رو میاره تو بازی، لینکس های متفاوتی رو اینجا میاره، بعد TCP فلگ جدید آورد و در نهایت کمتر شد. نوید، قبل از اینکه بری دیداسش کنی، توی اون اپلیکیشن نشون میدی که این رولی که الان اینجا پوش شد تو کجای اپلیکیشن تعریف کردیم که این اتفاق بیفته؟ خب اینجا یه دونه توی مین ستینگش قسمت فلو اسپک ریت لیمیت رو گذاشتم و میتونستم اینو مثلا دیسکاردش کنم، یا میتونستیم به سمت یه اسکراب سنتری نکستاپش رو عوض کنیم بفرستیم فرضاً. پایین ریت لیمیت کردم اینو، شما میتونید اینو تغییرش بدی. 40 الان ما کیلو. تو بی جی پی اسپک CLI میتونیم ببینیم همین رول رو. بله اینو نشون نشون بدی. بدم اینجا. اگه دیتیلش رو بزنیم میاره. من این رول رو کپی میکنم، یعنی این روت رو اینجا پیستش بکنیم، دیتیلش رو میاره. همون 40,000 دقیقا و این ما راحت خواهیم extended کامیونیتیه. اینا ول نونن واسه فلو اسپک، شناخته شدن، روترها میدونن باهاش چیکار کنن چون یه پروتکل استانداردی. دقیقا. نوید، اگر دراپش میکردیم چه ریاکشنی میداد؟ فرض کن به جای اینکه تو سرعت آوردی پایین، فرض کن بذاریمش دراپ دراپ رو صفر میذاره، اینو به جای 40,000 اینو صفرش میکنه. آره، نه میخوام ببینم که ترافیک لجیت بعد چه اتفاقی براش میافتاد. باش اینم تست کنیم. من اینو دیسکاردش میکنم، یه ریستی میشه وقتی این کار رو میکنیم. اینجا فلگ هم فلگ رو نشون میده، اس داره، یه دونه ای داره، سینو اکه فکر کنم. سینک منطقم دیگه. آره خب من دوباره دیسکاردش کردیم احسان، دوباره اتک رو میزنم. یعنی تشخیصش داده بود، باید صبر کنیم. میبینیم بلاکش کرد، کلا دیگه چیزی نیاورد. آره. یه ذره باید صبر کنیم چون تایماتش هم میتونید عوض کنید. پایین یه تایم اینجا هست، یا اینجا بود، یا حالا تنظیمات متفاوتی هست، جای متفاوتی باید بگرد. اونجا میتونید تایمش رو تنظیم کنید. یکی دو دقیقه صبر کنیم ما بهش میرسیم تا اون روله بیاد از روی رود رفلکتور برداشته بشه. فعلا اون رولا هست. شما این تایم رو میتونی کمترش کنی، مثلا بیارید روی 20 ثانیه، شاید روی یه دقیقه. امیر کامنتی داری در مورد این عمل کردش؟ من همین اصلا سوال احسان پرسید، سوالی که من گیر داشتم سر این بود که ترافیک نرمال درستم چه اتفاق واسش میفته. تو حالت به لطف همینا، همین فلگا و لینکس بسته ها، چون ترافیک لجیت نرمالمون لینکسش از این متفاوته، اونا متفاوت میشه. آره توی دیسکارد بهتر میتونیم اینو ببینیم. اینو آره پاک بشن. خب میبینید پاک شد، هیچی نداریم. اگه شروع کنم دوباره به اتک زدن، با یه ریت عجیب غریبی داره اتک میزن و این رو باید ما یکم دیگه به صورت صفر ببینیم، کاملا صفرش میکنم. انتظارمون اینه دیگه. دقیقا میبینید میاد میل میکنه به صفر. فکر کنم دیگه بله تموم شد، صفر شد. ببینیم حالا توی روتر روی روتر حالا چندین رو باز آورد. اگه یکیشو بیارم، یکم با تاچ پد کار کردن سخت. ریتش شد صفر. دقیقا. حالا ببینیم ترافیک لجیت رو چیکار میکنه.
ما به در یه حالی که ترافیک اتک در جریانه دیگه. براز میشه کرد مثلا از اون بله سورسه بله یه روی برازش این بکنی. دستینیشن ما وب سرور داریم، همونطور که میبینید سرویسش الان HTTPS هم زدم در دسترس. چندین بار ریفرش میکنم اوکی و اینجا میبینید یه ذره بالاتر میره. ترافیک میاد روش. آره خیلی چیز جالبیه. توی برخلاف RTBH که کلا میومد بلاکش میکرد، این اینجوری نیست. به لطف خیلی وجود هوشمندتر داره درست. کار میکنه عملا. بله آره بله. چون میخوایم پکتو حالا این داره. دیداس هم بزنیم. آره همینو بکنیمش دیداس. باش. دیداس هم برای اونایی که نمیدونن از سورس های زیادی شما اتک رو دریافت میکنیم. ما میایم یه کامندی هست به همین اچپینگ اضافه میکنیم. قبل آی شما میتونی رند سورس رو بزنیم، باعث میشه رندوم سورس جنریت کنه و عملا سورس رو داری اسپوف میکنی دیگه. دقیقا سورس رو اسپوف میکنیم. همونطور که میبینید تو رول های فعلیمون اتک قبلیمون سورس رو اسپسیفیک داده بود 171.1.1 ولی الان ببینید چی میشه. اینجا نشون نمیده چون اسپوف میکنیم ریپلایش رو به تب نمیگیریم که بدونیم ریپلای داشتیم نداشتیم، اصلا ریپلای نمیگیریم چون رندوم داره سورس جنریت میشه. یکم صبر کنیم اینا رولاشون عوض میشن، به جای 171 میشه 4 تا 0 یعنی پرمیت انی ببخشید مچ انی. میبینید اینجا عملا دیگه 171 آی پیه که رو خود او اس اونه، ولی الان چون اتکه داره با اون آی پی نمیفرسته و داره رندوم میاد الان میشه دیگه 4 سورس 0. نداره. دقیقاً همش اینجا سورس نداریم، فقط دستینیشن داریم. سورسمون همون انگار 4 تا 0/0 انی و باز هم دراپش میکنه. میبینید هیچ ترافیکی نیست. ترافیک لجیتمون هم سر جاش. باز هم میتونیم این گراف رو من چندین بار ریفرش میکنم که شما اینجا گراف رو ببینید 160 کیلوبیت بر ثانیه. عملا با یه دونه رول اون فینگرپرینت اون اتک رو برای کل، یعنی برای کواد زیرو داره بلاک میکنه دیگه. حالا اون بله که داریم دوست داریم سرش بیاریم اون داره میاره دقیقاً با یه دونه رول. یعنی یه معضل بزرگی که بود این بود که وقتی من داره سورس ها متغیر میشه، به ازای هر سورس اگه بخواد یه دونه رول بنویسه عملا روتره میتره که خودش. آره ولی این دقیقاً. چون با یه دونه رول داره این کار میکنه خیلی چیز با مزه و آره جذابیه. آره حتی اتکر دوم هم همزمان بخواد اتک بزنه، فرض کنیم اونم دیداسش میکنه. اینو باز کنم بیزنی. خب اتکر دوم دیگه چون فعلا یه رولی داریم که همه سورس ها رو برای اون بسته ها عملا مچ مچ میشه دیگه با میکنه، همون آره رودی که اینم نوشته دراپ شده میشه. واسه اتکر قبلیه داره مچ میکنه. دقیقا میبینید که جلو اونم گرفت. یه ذره ترافیک رفت بالاها، دلیلش اینه که شاید اینترنت گیتوی 2 اینو اینستال نکرده بود. چطوری اینا اینستالش میکنن اینا میتونیم ببینیم روی اینترنت گیتوی. شو فلو اسپک IPv4 منم دیتیل رو بزنیم. بله اینجا حتی ترافیکی که دراپ میشه مقدارش همه چیزش اینجا قابل مشاهده است. این رولیه که الان اینستال شده توی دیتا پلین دستگاه. به این صورت که نرم افزار ما توی بی جی پی توی ادرس فامیلی فلوسپک داد به روت رفلکتور. روت رفلکتور رفلکتش کرد رو دوتا کلاینت خودش و این دوتا رولو گرفتن و انگار اون اکسس لیستی که حالا اول ریت لیمیت بود تو مثال اول تبدیل شد به دراپ و الان شروع کرد به دراپ کردن، در حالی که ولی ترافیک لجیت ما داره کار میکنه. دقیق. یه کانسپت دیگه هم که موند علاوه بر این فلو اسپیک برای میتیگیشن دیداس میشه یه حالتی رو در نظر گرفت که بیاد RTBH عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که با توجه به این اون ارتباط BGP و نیبرشیپی که داریم بیایم از طریق کامیونیتی به پرووایدر بالا دستمون
که عملا همین باکسی که وسط هست و نوید کشیدتش، بگیم که اون یک ترافیکی SH32 رو برای ما بلک هول بکن. دقیقا. و نسخه اولیش خیلی بدوی بود، مثلا دود روشن میکردن اینجوری اتک میشد به سمت یه سروری، سرویس پرووایدر میومد یا ایمیل میزد، زنگ میزد، میگفت که این اتک شده، میومدن روی یه روت رفلکتوری فرزن یه اسلش 32 همون سروره که به سمتش اتکه، اونو ادورتایز میکردن، میرفت توی اینترنت گیتوی ها این یا اج روترها دراپ میشد. بعدش اومدن چیکار کردن؟ گفتن که آقا از کامیونیتی هم میشه استفاده کرد. یه توافقی میکنن با سرویس پرووایدر، هر وقت اتک شد شما اسلش 32 رو تبلیغ کن با این کامیونیتی که من میگم، فرضاً 2000 2.2000. اینو که ما میبینیم از قبل رول نوشتیم واسش، رول نوشتیم که نکستاپ رو عوض بکنه مثلا به سمت نال زیرو. اینو بیان تست کنیم توی عمل، ببینیم که چیه ایرادش. همونطور که احسانم اشاره کرد، بزرگترین ایرادش اینه که شما ترافیک لجیتتونم دراپ میشه، در حالی که توی تستای ما دیدید فلو اسپکه درسته بلاک دراپ میکرد، دیسکارد میکرد، منتها شما میتونستی وب سرور رو ببینی، همچنان من میتونم، میبینید ریفرش میکنم میبینیدش. بریم اینو چنج کنیم. من دستی فرض میکنیم که اتک شد به سمت کدوم سرور؟ همین بالاییه، 100 65 101. فرض کنیم اتک شده، یه ایمیلی دریافت کردیم یا همون کامیونیتی رو دریافت کردیم، میخوایم جلوشو بگیریم. اینجا بریم توی اتکس، بلاک آی پی داریم، بلاک آی پی رو میزنم، این به صورت دستیشه ها، میتونیم با کامیونیتی هم گفتم انجامش بدیم. 165 101. دقت کنید اون درست باشه. بله، وقتی که شما اینو میزنید، این یه تکنیکی هست، این ادرس فامیلی خاصی نداره، مثل فلو اسپک نیست، یه تکنیکه. تکنیک به چه صورته؟ یه روت اسلش 32 ادورتایز میشه که IPv4 یونیکست هست. میبینید این اسلش 32 ادورتایز شد. این اسلش 32 رو روت ریفلکتور پخش میکنه بین اینترنت گیتوی ها و میتونید داخل این نرم افزار فستنتمان از قبل کانفیگ ها رو انجام بدید، بگید که من برای بلک هولینگ این نکستاپ رو در نظر دارم. این نکستاپیه که برای روت ها در نظر گرفته میشه وقتی اینجکت میشن. اگر من برگردم توی روتش دوباره این شو رو بگیرم، اون نکستاپ رو اینجا میبینید. این نکستاپ به چه دردی میخوره؟ از قبل اومدیم روی اینترنت گیتوی هامون یه دونه روت نوشتیم، IP روت، به سمت اون نکستاپ، یعنی دستینیشن اون نکستاپ هست 255 SH30 نال زیرو دیسکارد. هر چیزی که نکستاپش این بود اینا رو دیسکارد میکنه. شو را اینترنال زیرو. یه نکته هم اینجا اضافی تر بگیم فکر کنم خوبه. شما باید زیر نال زیرو نو آی پی آنریچبلز رو بزنید که وقتی روت دیسکارد میشه این روتره بر نگرده با سی پی یوش. آره، یه ICMP هم جنریت کنه، چون خودش تبدیل میشه به بلای جون داس. سی پی یو روتره. روتر خودش داس میشه. اگر من بیام الان به سمت سرور شو آی پی صفر بگیرم 165 101، میبینید که به سمت نازیرو. پس ترافیک لجیت من هم تاثیر گرفت از این. میتونیم تستش کنیم. اگر ریفرش کنم دیگه سفر رو باز نمیکنه، کلا بلک هول شد. شما میتونستی کامیونیتی بزنی، نسبت به کامیونیتی بیای نکستاپ رو دستی چنج کنی. میتونستی باز همین نکستاپ رو بذاری خودت ست کنی، هم میتونستی به سمت نکستاپ اسکراب سنتری اینو بنویسی که پی بی آر بشه بره سمتش. پی بی آر هم نیست، نکستاپ عوض میشه، روتر آره فوروارد. فقط نکستاپ عوض میشه. دقیقاً. نوید خیلی به نظرم چیز بامزه بود. حالا بچه ها میتونن این اپلیکیشن رو لینکش هم میذارین برن دانلود کنن، توی لب خودشون تست بگیرن،
به چیزای بامزه برسن. فقط یه نکته یادت ما راجع به چیزم صحبت کردیم که پروتکشن اج سیسکو صحبت کردیم، اونم اگه میشه یه اینترفیسش رو نشون بده که یه فیلزی بگیریم ازش که اون چه شکلیه. حتما اینو میتونید به صورت رایگان نصبش کنید. منابع زیادی هم نمیخواد، در حد 4 دسته سی پی و 8 گیگ رم و 16 گیگ رم اینطور است. ولی برای اینکه شما بتونید ازش استفاده کنید، اولا نیاز به لایسنس دارید که ترایال بهتون میده اینو. دوما نیاز به دیوایس فیزیکال خیلی گرون قیمت و خفن دارید، یعنی سرویس پرووایدرها میتونن این کارو بکنن. حداقلش NCS 540. این اینترفیسشه، خیلی ساده تر از چیزیه که توی فست نت مان دیدیم. و Protected Objects همون بحث کردیم، گفتیم که ساب نت میدیم یا دستینیشن ارگانیزیشن رو اونجا وارد میکنیم، یه /28/32. اینجا اسمش Protected Objects. بعد اتک ها رو اینجا ایونت هاش رو میاره واسمون. وقتی اتکی شد شما میتونید روی یا اتوماتیک بذارید که میتیگیت کنه، یا اینکه میتونید دستی بیاید اپرووش کنید که بره اکسس کنترل لیست های مربوطه رو روی روترها اینجکتش کنه. درباره اینم اگه یادتون باشه صحبت کردیم تو اون پادکست ها. گفتیم که در واقع کنترلر مغز اصلی این سیستمه که با پروتکل‌های مختلف و دیوایس‌های مختلف مثل gRPC و اینا داره صحبت میکنه. این یه سری دستگاه‌هایی که ساپورتد هستن رو میشه مستقیم کانکت کرد بهش. یک سری رو خودش دستگاه‌هایی دست که میشه، رو خودش دست میشه. آنباکس عملا آنباکسشه دیگه. آره. عملا بهش میگن رو خودش هست و کار میکنه و مستقیم میتونه با این در ارتباط باشه. برای دستگاه‌هایی که حالا چه برند سیسکو نباشن چه ساپورتد نباشن، میشه یه سروری گذاشت به عنوان یه سرور واسط که بهش میگم مثلا آف باکسی، بیاد اون ترافیک رو دریافت بکنه عملا با نت فلو و پروتکل اینجوری، و بعد بتونه این با کنترلره بیاد صحبت بکنه و عملا یه ترنسلیتوری میشه گفت بین دیوایسی که ساپورتد نیست و این کنترلر قرار میگیره. یعنی پس هم به صورت آن باکس داریمش، هم به صورت آف باکس عملا پیاده سازی میشه این سولوشن. قسمت اصلیش میشه اون دتکتورها که گفتیم روترهای اجمون هستن، روترهای اجی که ساپورت میشن. به عنوان مثال چه روترهایی رو داریم؟ ASR 9K ها رو داریم، روترهای 8K کریر گرید رو داریم، NCS 540. همونطور که میبینید رو هر کدوم کلیک کنید از قبل تمپلیتش وجود داره که امیرم اشاره کرد، مثلا با gRPC ارتباط میگیره، پورتش رو میتونید تعیین کنید، روتر میشه اینو تغییر داد. بعد حالا نتفلو ورژن 9 باشه، GBP باشه، هر دیوایسی متفاوت که روش کلیک میکنم میبینید نتکانف یکیش اینو ساپورت. نتکانف برای منیجمنتشه دیگه. دقیقاً عملا مدل لاکچری همون چیزی است که ما دانلود کردیم دیگه، با این تفاوت که این میاد رو خود حالا اون فکر کنم پادکست سوم دیداس راجعش صحبت کردیم. دقیقاً. بعد رو خود میتونید دست کنش. فور الوکیشن اینجا ریسورس الوکیشن انجام بدید، بگید که من نسبت به اون ترافیکی که هست 2 تا کور میدم بهش، 1 گیگ رم میدم یا بیشترش میتونید بکنید. به این صورت وقتی اینا تعریف شدن این اتوماتیک میاد روی دیوایسمون، اج دیوایسمون، روترمون کانتینره رو نصبش میکنه، میاره بالا و مغز متفکرش هم الگوریتمیه که واسش ساختن و گفتیم پتنتش کردن، رو همون ایجنت هست، روی این کنترلر هم هستا، ولی ایجنت خودش قشنگ میتونه الگوی اتک رو تشخیص بده. اوکی. دست شما در نکنه. نوید خیلی به نظرم چیز بامزه و جذابی بود. امیدوارم که بچه هم خوششون اومده باشه. حالا اگر شما سوالی داشتید روی این چیزی که نمایش داده شد میتونید خب با ما در ارتباط باشید و سوالا رو بپرسید. من فکر کنم اون موضوعی که میخواستیم رو دیگه جمع کردیم، یعنی ما
دیداس رو با 3 تا قسمت مفصل آنالیزش کردیم. یه دموی ورکشاپ تور کوچولویی هم نشون دادیم که چجوری میتونه فلو اسپک بیاد وسط. امیدوارم که این یه ویژن بهتری بهتون بده وقتی که دارید به حملات این تیپی مثل دیداس و اینا نگاه میکنید و رابطش با بی جی پی دقت کنید. و همین. نوید. منم تشکر میکنم از همه مخاطبین عزیزمون که ما رو حمایت میکنن و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشن و چیزای جدیدی یاد گرفته باشن. امیدوارم. امیر جون. منم لذت بردم. دمت گرم نوید، دمای خیلی خوب و جزایی بود. مرسی از شما کوتاه، اصلا. یعنی میدونی جمع و جور بود ولی قشنگ همه مطالب رو با ادا اساسا کرد. با مزه بود به خیلی نظرم باحال. اصلا. نظر لطفتونه. آره مرسی. عالی بود. قربان. دمت گرم. در آخرم این نکته رو یادآوری کنم که ما همچنان علاوه بر اینکه میتونید عضو کانال تلگرام باشید، روی یوتیوب، روی اسپاتیفای، روی کست باکس، روی اپل پادکست هستیم. میتونید اونجا ما رو گوش کنید و ارتباط خودتون رو با ما نگه دارید. کامنت هایی که دارید خیلی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه بهتری رو براتون درست کنیم. از من خداحافظ و امیدوارم به زودی شما رو ببینم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.